با غیرت عباس پاشو داداش پاشو داداش. حالا این خوندن داره. گفت داداش رسم این مردم سه شعبه جای آبه. گریه میکنی؟ من عادت ندارم، خوشم هم نمیاد به زور از کسی اشک بگیرم التماس کنم گریه کن. به من چی؟ هر کی میخواد گریه کنه گریه کنه. رسم این مردم سه شعبه جای آبه. پاشا عباس توی دستاشون تنابه. بگم بعدیشو بگم بعدیشو. ناموست چقدر دوست داری؟ پاشا عباس توی دستاشون تنابه. خدا وکیلی دلشو داری بشنوی؟ بگم آجمی دوز میکنم. همه بچه سیدا ببخش ولی کارهای بوده که تو کربلا کردن دیگه. گفت رسم این مردم سه شعبه جای آبه. پاشا عباس توی دستاشون تنابه. میشنوی؟ پاشا عباس کارشون کشف حجاب. آن چیه؟ زینب تک و تنها یا عالم نامرم گل شب شد. ای برقمه نگاه میکرد داداش عباس داداش با غیرت پاشا. حالا برات میگم. بعد از اذان ظهر زمین پرغبار شد. چشمان خیس القمه تاریک و تار شد. عباس وقتی عمود فرق تو را تکه تکه کرد. قلبم شکست چشم قشنگت خمار شد. عباس دستت که قطع شد همشان جنگجو شدن. دستت که قطع شد همشان جنگجو شدن. فریاد میزدن چه شیری شکار شد. همه پهلوان شده بودن. اون کاری که با امام زمان داشت همینه. الان برات میگم. آقا من با حکیم ابن طفیل طایی کار دارم. وقتی که کار از کار گذشته آقا تازه فهمیده جنگجویه. وقتی کار از کار گذشته یهو دیدن از دور یه سوار میاد برین کنار. عباس مال منه.
بعضیان تو لشکر خودشون مسخرهش کردن، گفتن خیلی مردی. حالا این بدن همه جاش تیره، اومدی چیکار کنی؟ اومدی با کی بجنگی؟ اومد جلو. یه وقت دیدن حکیم ابن طفیل طایی اونجا تو کربلا هر کی تبحری داشت، هر مله تبحر داشت تو تیراندازی و تیر کاری میزد، تیر الکی نمیزد. کلا 3 تا تیر آورد کربلا، 3 تا تیرم کاری. یکی نیزه میزد، مارد نیزه زن بود و نیزه به کسی میزد دیگه تمام بود. یکی شمشیر میزد، شم راسته کارش خنجرکشی بود. کار از کار کشی که میگذشت تازه شمر مرد میشد. حکیم ابن طفیل طایی هم کارش گرز زدن بود، همون عمود آهنی که میگن رفقا. از دور اومد دیدن یه نفر داره گرزشو میچرخونه، وایستین عباس مال منه. عباس تمام تنش تیره، تا دست نداره آقا. این چشم هیچی ازش نموند، خون اومده رو صورت آقا رو گرفته، مشکم که دیگه نداره. یهو اومد کنار عباس، رو 2 تا رکاب اسبش بلند شد، گفت این پهلوانی که میگن تویی؟ حالا اومدم بهت بگم پهلوان کیه. حواست با منه. گرز این تیکه دستش هیچی، اون چیزی که سر گرزه این نیرو رو خیلی بیشتر میکنه. اومد کنار عباس، رو رکاب اسبش بلند شد، گرز و اینجوری به من نگاه کن. عباس هنوز خودش رو اسب نگه داشته، یهو دیدن عباس با صورت اومد رو زمین. بابا شما اگه بخواه از رو بلندی بیفتی دستاتو میگیری، صورت آسیب نبینه، صورت سرت آسیب نبینه. یهو دیدن عباس این تیری که تو چشما حسین که اومد کنار عباس، حواست با منه یا نه؟ عباس احرام نداشت که نگه داره خودشو. حسین که اومد عباس رو دید، یه وقت دید تمام این تیرایی که از جلو خورده همه از پشت زده بیرون. گفت داداش با این بدن چی کار کنم؟ حواست با منه؟ عباس دستت که قطع شد همشان جنگجو شدن، دستت که قطع شد همشان جنگجو شدن. فریاد میزدن چه شیری شکار شد. عباسو ما زدیم، هر کی صدا میزد میگفت عباسو من زدم. آره راست میگفتن، هر کدومشون یه نخودی توی آش انداختن. عباس تو روی خاک بودی و دور و بر حسین تا چشم کار میکرد پر از نیزه دار شد. عباس آن کودکی
آن کودکی که جاش فقط شانه تو بود. عباس همه خیمه طرف به رقیه چی بگم؟